بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه وموالاه. میگوید خودت را عوض کن، قسمت خود به خود عوض می شود. کسی که به الله محبت می کند تنهایی را می پسندد. سحرخیزی باعث خیر و برکت می شود. انسان از عقل شناخته می شود، نه از چهره. حتی اگر با دشمن وعده کردی بازم به وعده وفا کن. زندگی ساده از نشانه های ایمان است. خانه ای که از تلاوت کتاب الله خالی باشد ویران است. اگر میخواهی مصیبت های زندگی را کم کنی همیشه خود را با ذکر الله مشغول کن. علم با عمل دل را زنده می کند، مانند باران که زمین خشک را زنده می کند. هیچ چیزی در دنیا بدتر از ناامیدی نیست و نام دوم موت ناامیدی است. حفاظت زبان از حفاظت دولت مشکل تر است. از ترک دنیا رغبت آخرت حاصل می شود. فقیر آن است که نیکی نداشته باشد. جز الله به هیچ کس امیدوار نباش. اگر تو از الله راضی هستی پس این نشانه رضایت الله از تو است. بهترین دوست آن است که تو را به نیکی امر می کند. بخیل همیشه ذلیل و خوار است. توبه کردن آسان است اما گناه را برای همیشه ترک کردن مشکل است. زمانی که حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم را میشنوی به نیت عمل او را حفظ کن، نه به نیت روایت. هرگاه انسان از الله دور شود آرامش از او دور می شود و به جای آرامش خوف و هراس می آید. کسی که زیاد صحبت می کند لغزش زیاد می کند. از دوست غیر قابل اعتماد تنهایی بهتر است. معاف کردن ظالمان ظلم بزرگ در حق مظلومان است. اثر زخم شمشیر بر بدن می ماند و اثر سخن بد بر روح می ماند. از امیدهای اضافه و زیاد دور باش، چرا که این سرمایه احمقان است. بدترین بردگی و غلامی بردگی خواهشات نفسانی است. دشمن دوست نما از هر چیز خطرناکتر است. مشکل ترین کار دنیا اصلاح خود است. ندامت بعد از گناه شاخه از توبه است.